برای فروش نات کوین های خودتون ابتدا باید وارد کامیونیتی خود نات کوین بشین که توی صفحه بات نات کوین وجود داره. اینجا وارد نات کوین کامیونیتی میشین و اینجا روی گزینه getgem.io/notcoin کلیک میکنید. اینجا گزینه کانکت رو میزنید، گزینه اوپن والت این تلگرام رو میزنید، در نهایت اینجا گزینه کانکت تو والت رو میزنید و والت تلگرام شما به نات کوینتون اتصال پیدا میکنه. بعد از اون باید وارد والت تلگرام بشید. اینجا گزینه اوپن والت رو میزنید، در قسمت تون کوین گزینه ریسیو رو میزنید و حداقل 1 یا 2 واحد تون کوین رو به والت تلگرام خودتون منتقل میکنید. بعد از اینکه دپوزیت تون کوین خودتون رو داخل والت تلگرام انجام دادید، در گوشه سمت راست صفحه یه گزینه ترید اومده که باید روش کلیک بکنید. بعد از اینکه گزینه ترید رو میزنید، اینجا یه گزینه نات کوین تو ووچر داره که باید این رو کلیک بکنید، کانتینیو رو بزنید و اینجا بگین که چقدرش رو میخواین به ووچر تبدیل بکنید. در قسمت پایین هم هزینه مینت ووچر رو برای شما مینویسه. بعد از اینکه ووچر نات کوین خودتون رو مینت کردین، میتونید از طریق سایت getgems.io ووچر خودتون رو به فروش بذارید و افراد دیگه بیان با شما معامله بکنن و ووچرهای شما رو خریداری بکنن. توجه داشته باشید که اگر این روش براتون سخت هستش، هنوز میتونید نات کوین های خودتون رو نگهداری بکنید تا زمانی اینکه توکن نات داخل بلاکچین مینت بشه و داخل صرافی ها هم لیست بشه و بتونید نات کوین های خودتون رو مستقیما داخل صرافی بفروشید.